اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز، محترم و گرامی، از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستم. خداوند بزرگ و متعال رو شاکرم. خب تا این کلیپ آماده بشه من دیدم فرصتی داره از دست میره بیخود. این سوال‌های دیروز پرسیده بودید، اول اونها رو جواب بدم و با توجه به همون نکته‌ای هم که حرفم شاخه شاخه میشه فراموش میکنم. اولا راجع به اون مسئله دیروز رو تمامش بکنم. اون روایتی که حضرت مسیح نقل شده بود و آیت الله بهجت مسئله رو مطرح فرموده بودن که حضرت مسیح بهش خطاب به شیطان گفت من پادرمیونی میکنم که چی بشه؟ خدا تو رو ببخشه و بعد از این بندگان رو گمراه نکن. رفت خطاب به خدا این رو گفت و خدا گفت هیچ ایرادی نداره، فقط بگه ربی اخطأنی فرحمنی، خدای منو ببخش، خطا کردم منو ببخش، رحم کن، میبخشمش. حضرت مسیح گفت تمام؟ گفت بله. اومد خطاب به شیطان گفت تمام شد دیگه، خیالت راحت، بخشیدت به خاطر تمام کارهایی که کرده بودی و از این به بعد هم مشکلی نخواهی داشت، هیچ مشکلی برات وجود نداره. ابلیس خطاب به حضرت مسیح گفتش که نخیر، اون باید بیاد از من عذر خواهی بکنه، خدا منظورش. لذا فکر نکنیم که همیشه راه برگشته وجود داره. ببینید یه ایرادی گرفته بودن، با واسطه به من رسید، SMS دادم فلان، که شما چرا میگید بعضا راه برگشت نداره؟ نگاه کنید، واقعا بعضا راه برگشت وجود نداره. در توبه بازه ها، اما شما دیگه فرصت و حتی فکر توبه رو نمی‌کنید. بعضی موقع‌ها شرایط جوری میشه که به لحاظ فیزیکی دیگه اصلا قدرت انجام همچین کاری رو نداری. مسئله دیگه راجع به سال 2012 پرسیده بودن که خیلی مطرح شده، آیا اینها میخوان پایان؟ بله، میخوان پایان جهان باشه، پایان تاریخی که 4000 سال منتظرشن سال 2012 و سالیست بسیار عجیب، یعنی به لحاظ ریاضی به شدت سالیست که محل تلاقی یک سری موارد دیگه قرار گرفته که به وقتش اگر هماهنگی‌های صورت بگیره در این خصوصی افشاگری‌های خواهم کرد. خدمتتون عرض بکنم همین بس که بسیاری از پروژه‌های شیطانی سال 2007 2012 قرار افتتاح بشه. برنامه‌اش هم سال 2007 بسته بودن، موفق نشدن. یعنی طبق برنامه‌ریزیشون سال 2000 پایان هر هزاره که منجی ظهور میکنه قرار بود فراماسون درجه 33 و نماینده شیطان نیوفران یا فرعون جدید، فرعون نو بر جهان حکومت بکنه و باید 7 سال از سال 2000 میگذشت. لذا اینها جورج بوش رو علم کردن، جورج والکر بوش، چون همونطور که دفعه قبل خدمتتون عرض کردم فامیل اصلی اینا جورج چیه؟ هربرت بوش بوده. پدرش فامیل رو تغییر میده، میذاره جورج والکر بوش که برابری میکنه از نظر ابجد با عدد 666 و خود پدر آقای جورج بوش یعنی جورج بوش پدر گفتش که پسر من همان دیکتاتور آخرالزمان است که در پیشگویی ها آمده است و طبق پیشگویی های اوینجلیستی اونها بعد از سال 2000 یک نفر بر جهان حکومت میکرد که 7 سال حکومتش طول میکشید، اولوش 6-7 سال. بعد از اون نظم نوین جهانی برقرار شد. عزیزم سال 2006 اینا برنامه‌ریزیشون رو شروع کردن. یعنی چی؟ یعنی سال 2006 جنگ شروع شد که تا سال 2007 پرونده این 3 تا کشوری که تو این مسیر دندونی بودن که درد میکنن رو بکنن به نظر میرسه. این 3 تا کشور چی بودن؟ لبنان، سوریه، ایران. لذا سال 2006 اینا جنگ 33 روزه لبنان رو راه می‌اندازن تحت عنوان جنگ تموز و شما می‌دونید 33 عدد مقدس اینهاست. اما جالب اینجاست اینها شکست مفتضحانه‌ای می‌خورن. یعنی تمام ارتش اسرائیل 4مین یا 5مین ارتش دنیا است در مقابل 2 تا 3 هزار رزمنده‌ای که تنها سلاحشون کلاشینکوفه و کاتیوشاهایی که قدرت هدفگیری نداره شکست میخورن. حتی تا رود لیتانی هم نتونستن بگیرن. برنامه ریزیشون عوض شد. سال 2006 قرار بود به لبنان حمله کنن، بعد سوریه، بعد شرق و غرب ایران هم گرفته بودن. فکر کردی برای چی به افغانستان عراق نره؟ برنامه ریزیشه. شمال جنوب ایران هم دستشه. این جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، این نیمچه فسقلای عربی که همشون با ایران. خدمتتون عرض بکنم تمام دور تا دور ایران رو گرفتن، آماده بودن که دیگه سر به قول
ته ماجرا رو هم بیارن. اما سال 2006 اینا چی میشه؟ شکست میخورن. لذا برنامه ریزیشون سریع تغییر پیدا میکنه. یعنی از قبل 2 تا پروسه برنامه‌ریزی رو مشخص کردن که اگه 2007 نشد بعدی چنده؟ 2012. بی یک باره فیلم‌های شروع میشه پخش شدن. شما فیلم 2012 فیلم‌های دیگه مستند اصلا ساخته میشه. مستند نوستراداموس ساخته میشه که پایان دوران کی میدونه؟ 2012. فیلمش هم دیده هست تو بازار است، به تهیه کنه. زیرنویس خیلی هم عالی. میگن آقا نوستراداموس اینو گفته بوده فلان و به همان. هم کسایی که پژوهشگرن تو این زمینه میدونن که آقای نوستراداموس یک کابالیست یهودی بود. دقیقاً برنامه‌ریزی کردن. فیلم 2012 رو دیدید دیگه حتما. کسایی که ندیدن حتما برن بگیرن. تو همین شهر گیر میاد. خیلی ساده است. ببین نگاه بکنید توی این فیلم تمام دنیا میره زیر آب. تمام مظاهر تمدن، دین، چه این دین الهی باشه چه زمینی باشه، همه نابود میشه. همه چی میره زیر آب. دونه دونه کلیسای واتیکان خراب میشه، معبد بودایی خراب میشه، همه چی، حتی کارگردانش خونه کعبه هم خراب کرده بود. اما به خاطر ترسی که از باش مصاحبه گرفتن، گفت من به خاطر ترسی که از حکمی که امام خمینی در مورد سلمان رشدی داده بود داشتم، گفتم ممکنه یکی از روحانیون شیعه یک بار دیگه همچین حکمی در مورد من بده، به خاطر اون سکانسی که خونه کعبه هم خراب میشد و پخش نکردم. یعنی در تدوین اینو قرار ندادیم، حذف شد. تمام همه چی خراب میشه و نهایتا 2 تا کشتی باقی میمونه. 2 تا کشتی که چه کسایی سوار این کشتی شدن؟ فقط و فقط پولدارا، سرمایه‌دارا، کسایی که مایه‌دار بودن و یک خانواده که این خانواده به طور خیلی خیلی عجیبی سوار این خودشون رو رسوندن به این کشتی. چطور؟ آقا شما فکر کن سوار هواپیمایی میشین، هواپیما 40 بار میخواسته بخوره زمین، توی کوههای هیمالیا این هواپیما فرود میاد بالا کوه، بعد اینا زنده میمونن، خودشون تو هواکش میفرستن تو اون زیر دریایی. و کسایی هم که نجات میدن این کشتی رو، کشتی درش باز میمونه، آب داره میره توش، بازم همین یه خانواده که یه خانواده آنگلو ساکسون و امریکاییه. بعد شما چه چیزی بهتون القا میشه؟ شما هیچ وقت فکر میکنید شانس اون خانواده رو دارین؟ اصلا و ابدا. که هواپیماتون رو قله هیمالیا فرود بیاد، رو کوه هیمالیا، بعد زنده بمونی، بری تو هواکش بری و بعد فداکاری آنچنانی هم بکنی، سوپرمنشون بشی و بعد کلی هم به چهچه واسه بکنن. غیر ممکنه این کارو بتونید. ببینید سال 2012 دارن میگن دنیا نابود میشه. آیا واقعا دنیا نابود میشه؟ نه خیر. اینو هیچ غلطی نمیتونن. دارن به مرگ ما رو میگیرن که به در راضی بشیم. دارن میگن کل دنیا نابود میشه که شما به چی راضی بشی؟ یک تغییرات سیاسی کوتاه کوچک. آقا تغییرات سیاسی کوچک چیه؟ تجزیه ایران. تغییرات سیاسی کوچک چیه؟ هیچی. این که از این به بعد یهود قرار علنی حکومت بکنه بر دنیا. الان مخفیانه حاکم دنیاست، امروز علنی میخواد حکومت بکنه. این تغییرات از این حیث و از این قرار. اما این که آیا موفق میشن یا خیر، آیا این بستگی به ایمان ما داره که ما میگیم اصلا و ابدا ان کید الشیطان کان ضعیفا. مکر شیطان ضعیفه، خود خبری از غیب نداره، نمیدونه که خود تمام این برنامه‌ریزی و این کاری که داره میکنه داره پازل خدا رو کامل میکنه. اما دوستانتون صحبت کردن این نمادها که اینقدر زیاد شده چرا اینا؟ ببینید مثلا نماد ایکسی که اینو گفتن، یه وقت فکر نکنید مثل نماد مثلا کورناتو یا هورنت هند، این علامت که نماد سلام شیطان یا سلام فراموش، نه، این خیلی پیچیده تر از اینه. نماد ایکس نماد احضار شیطانه. نماد ایکس نماد اینه که شیطان قراره بیاد تجسم پیدا بکنه و مردم پرستشش کنن، در مقابلش سجده کنن، بندگیش بکنن. چی میشه که این نماد به یک باره گسترش پیدا میکنه؟ چون اینا به زعم خودشون به آخر کار نزدیک شدن. دوستان بنابر نظر تمامی علما ما وارد عصر صغرای ظهور شدیم. یعنی اگر غیبت کبرا و صغرا داشته، امروز ما وارد عصر صغرای ظهور شدیم. یعنی مقدمات ظهور فراهم. از 1200 نشانه ظهور که احصاء شده، شمرده شده، فقط و فقط 5 مورد مونده. شما نگاه نکن به کشور خودت که هیچ احدالناسی اینجا تخصص آخرالزمان شناسی نداره. هر کی هم داره خودش به شخصه رفته تحقیقات انجام داده. در ایالات متحده فقط 140 دانشگاه دکترای آخرالزمان شناسی میده بیرون. یعنی وقتی میری تو سایت ها اینا نگاه میکنی نوشته بیهار الانوار، اصول کافی، تعجب میکنی.
اسم کتب دینی تو اونجا میبینی. وقتی توضیحات و شکل امام زمان تو اونجا میبینی تعجب میکنی. امام زمان تا خودت بهتر میشناسی. این آقا اگه بیاد اینجوری میاد یه خال رو گونه داره فلان، کسایی که کمکش میکنن یک شخصی سید یمانیه از یمن. این شخص بلند میشه میاد پرچم طرفداری میکنن ازش، بعد سفیانی ظهور میکنه، بعد سید خراسانی میاد. تمام این روایات ظهور رو همه رو بررسی کردن. بعد اون موقع است که دوزارید میفته که چرا اینا حمله میکنن به کجا؟ به یمن. این اتفاق دقیقاً میدونید چیه؟ خدا آخر اوقات ما رو از این شیاطین و من الانس بخیر کنه. و این اتفاق دقیقاً شبیه به پیشگویی هایی بود که برای تولد حضرت موسی میکردن. درسته؟ به فرعون گفتن یک کودکی از بین عبرانیان به دنیا خواهد اومد که تاج و تخت تو رو چیکار میکنه؟ به هم میریزه. شروع کردن به کشتن کودکان. امروز اگر به یمن حمله میکنن اینا به زعم خودشون میخوان سید یمانی رو بکشن. جالب اینجاست وقتی میرید شما رسانه‌های اینا، نشریه‌های مسیحی اینا رو نگاه میکنی میبینی شناسایی هم کردن. یعنی روایت ما رو بررسی کردن چون خودشون میدونن. نگاه کنید خودشون میدونن که این آخر زمان رو دارن میسازن. وقتی اینا دارن شرایط آخر زمان رو به وجود میارن ممکنه اون آخر زمان واقعی که خدا به اون اشاره کرده هم همزمان به وجود بیاد. لذا آمادگی کامل داره. میاد بررسی میکنه میگه خب قبل از اینکه دجال بخواد ظهور بکنه ما قطعا باید منتظر ظهور شخصی به اسم سید یمانی باشیم. بعد از اون سفیانی، بعد نمیدونم سید خراسانی در مقابل سفیانی میایسته، بعد امام اینا میاد. توی فیلمی که دفعه قبل براتون گذاشته بودم شما به چه عینه دیدید که طرف منطقه خاورمیانه رو نشون میده، مسجد سهله رو نشون میده که پیامبر 12 اینا از اینجا ظهور میکنه، پت رابرتسون. این به این سادگی نیست، یعنی بر آنالیز داره. چند نفر شما میدونید از نظر اونها، از نظر تفکر اونها، اون ماشیحی که قرار ظهور بکنه چه شکلیه، چه جوریه، کی میاد و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ چند نفر تو این کشور میدونن؟ من دارم بهت میگم 140 تا دانشگاه داره گر پشت سر هم دیگه چی میده بیرون؟ دکترای آخرالزمان شناسی. بعد اینا گرایش دارن، یکی گرایش اسلامی، یکی بودایستی، یکی زرتشتی، ریز وارد میشن که ببینید از نظر شیعه چی بوده، از نظر فلان بوده. بعد میاد چیکار میکنه؟ خدا صبر بده. میاد بررسی میکنه و یک چیز مشترک میگیره، همه رو میخواد راضی بکنه. اونا مطمئنن. اینو بارها گفتم اگر بین رکن و مقام اینا میان دوربینای آنچنانی که مثلا مکه رفتن دقت بکنن، دوربیناشو متمرکز بین رکن و مقامه. برای چی؟ برای اینکه توی روایت من و تو اومده امام زمان بین رکن و مقام تکیه میده، میگه انا بقیت الله انا سمسام المنتقم. اگر بالا یک هتل های مشرف خونه کعبه تکثیر انداز شیفت میده، کشیک میده، اینا جاشون رو عوض میکنن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون مطمئنه که امام زمان من و تو میاد. میگه اومد آنی بزنینش. میخواد آخر الزمان رو به نفع خودش بچربه. خب من این مطالب رو میخواستم جلسه آخر بگم، الان اول میگم هیچ مشکلی نداره. اینا هم یه وقت فکر نکن کار شیطان اینجور چیزاست، نه کار ایناست، با لپتاپ انسان ور برن. خدمتتون عرض بکنم که میخوام وارد بحث مسیحیت صهیونیسم بشم. خب اون که تحت عنوان اونجیلیسم، اون چیزی که تفکرش امروز داره دنیا رو میچرخونه. ببینید من تو جلسات قبلیم گفتم، بری سی دی شو هر جوری است من نمیدونم پیدا کنید گوش کنید، دیگه فرصت نیست دوباره بگم. یهودی از مسیحی بیزاره، مسیحی خون یهودی رو بخوره سیر نمیشه. یک کلام، در این هیچ شکی وجود نداره. هنوز که هنوزه در فرانسه به ژوئیف یعنی یهودی میگن فیوژ، برعکس میگن، یعنی وارونه میخوان، سرنگون شده میخوان. برای چی؟ اما چی میشه؟ آقا تو داری میگی تمام اینها با هم دیگه چی میشن؟ الان متحدن، یهودی مسیحی دست و دست هم دادن. چی شد که این اتفاق افتاد؟ این نکته مهمیه که تو میتونی آخرالزمان شناسی از دیدگاه اونها رو ببینی. آخرالزمان شناسی از دیدگاه اونها راه حل بده نشون میده. خیلی عالی. خب یهودی هر کاری میکنه نمیتونه در مقابل مسیحیت بایسته. چرا؟ تو انجیلشون مستقیم اومده که یهودی‌ها بودن که حضرت مسیح رو کشتن. نمیتونه چیکار کنم؟ انجیل رو بگیرم حذف بکنم؟ این انجیلی که نمی پخش شده. لذا اومدن یه کار خیلی قشنگ کردن، کاری که از اول اینو بارها آزموده بودند. چه کار کردن؟ نفوذی فرستادن همه جا. زمانی که پیامبر ما به بعثت میرسه اول اومدن انکارش کردن. آیه قرآن داریم، اینه که تک تک بهتون میگم. آیه قرآن خدا بهش گفت برو باهاشون منطقی بحث کن، بگو مگه پیامبر آخر زمان تو کتب خودتون این ویژگی‌ها رو نداره؟ گفتن چرا؟ گفت ببینید این ویژگی با هم مطابقت بدیم. مطابقت دادن، دیدن بله عیناً همینه، خودشه. خدا تو قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناء.
اون چنان این رو میشناختند پیامبر انگار که بچه‌شونه چجوری میشن. یه مادری بچه‌شو توی 6 میلیارد جمعیت کره زمین قایم بکنی تو صف بچینیم میاد بچه‌شو میکشه بیرون. اینطور شنا. بعد گفتن مخالفت کنیم. شروع کردن فکر کردن. گفتن نمیدونم مجنونه، شاعر، ساحر، دیوانه است. دیدن فایده نداره، این داره با فطرت انسان‌ها صحبت میکنه. فوج دارن میرن به سمتش. اینجا حربه آخر رو استفاده کردن و سهمگین ترین نوع حرب است، نفوذی. به یک باره شما میبینید امثال کعب الاحبار، امثال ابو هریره نفوذ میکنه. یکی از اینها گفت هر کار میخواید منو بکنید، من 50,000 تا حدیث وارد دینتون کردم، مردید برید اونا رو جمع کنید. طرف 2 سال آخر عمر پیامبر بیشتر نبوده، 2 سالش احادیث از پیامبری نقل کرده که هیچ کسی دیگه نقل نکرده، انگار خودش فقط تنها با پیامبر بوده، در حالی که جزء صحابه اصلی هم نبوده. یه مش مزخرفات وارد دین میکنه. خود پیامبر ترور میشه توسط یهودی‌ها، همتون میدونید، مسموم میشه و به شهادت میرسه. برای چی؟ به خاطر اینکه بر مبنای پیشگویی هایی که اینها داشتن ردگیری کرده بودن گرای تاریخی منطقه ظهور امام زمان حضرت پیامبر داشتن. وگرنه چه دلیلی داره یهودی از اون منطقه خوش آب و هوا بلند شه بیاد توی حجاز زندگی بکنه؟ حجازی که وقتی کوروش میخواست بره مصر رو بگیره عربستان رو نگرفت، اومد دریا دور زد رفت. این چرا گفت حیف اسبا من توی اینجا بتازونم. یهودی که پول پرسته فکر کرد نفهم اینقدر بیاد اونجا زندگی کنه. نه عزیزم، گرای تاریخی داشت، میدونست از اینجا میخواد بیاد، میدونست، اومد همونجا سکنا گزید. جالب اینجاست که پدر رسول الله قبل اینکه به دنیا بیاد میخواسته ازدواج کنه. میدونید که اصلا توی ماجرا خیلی جالبی باید عبدالله قربانی میشد، در مقابل 110 تا شتر قرعه انداختن. گفت 10 شتر عبدالله، قرعه کشی کردن، عبدالله در اومد. 20 شتر عبدالله. اون موقع خونبها یک فرد توی عربستان، توی چه جزیره عربستان، از قبیله قریش 10 تا شتر بود، اسم عبدالله در اومد. بارها انقدر تکرار کرد که به 11 بار رسید، شد 110 تا شد. تمام ثروتشو داد، هیچی براش نموند. میگن یک فرد ثروتمند تبدیل شد به یه آدم معمولی. بلا استثناء یک زن یهودی بدنام در قریش میاد پیشنهاد ازدواج میده به عبدالله، میگه باید با من ازدواج کن. عبدالله میره، بعد مال و تجاره منم بگیر نصف نصف. عبدالله بیکار، بابا تمام ثروت رو از دست داده، میره پدرش میگه همچین اتفاق افتاده، میگه قبول کن که عالیه دیگه. مثلا مادرش میگه نه، اون زن بدنامیه، رفت آمدهای مشکوکی تو خونش میشه، سالم نیست این زن. اینم نمیپذیره، میگه اما شراکتشو میپذیرم، ازدواجشو نمیپذیرم. تا میاد میرن آمنه رو براش میگیرن. بعد که میاد میگه که حالا، میگه من خبر ازدواجت با آمنه رو دارم. میگه که آره. خب میگه که تو فکر کردی من عاشق توی یه لاقبا شدم؟ تو چی داری که من بخوام؟ من به خاطر اون نوری که در صلب تو و در وجود تو بود میخواستم باهات ازدواج کنم. یعنی اینا رد بابای پیغمبرم زده بود. آقا این کی میخواد بیاد همین باش ازدواج کنه که این از مادر یهودی به دنیا بیاد؟ نپذیرفت. حضرت عبدالله میره توی یک سفر تجاری با سرمایه عموش، میره شمال یثرب، مدینه که منطقه یهودی نشینه، به یک بار مسموم میشه و تمام ترور میشه. اما غافل از این که نطفه رسول الله بسته شده بود در بطن آمنه. برمیگرده به یه اتفاق جالب. آمنه به محض اینکه بچهش به دنیا میاد، یه همچون خانواده چه دلیلی داره بچهش رو بده به یک زن فقیر از بنی کلب که تو وسط بره بیابون زندگی میکنه؟ چه دلیلی داره؟ یه مادر دلش واسه بچهش تنگ نمیشه؟ حالا تو اگه این سنت بوده در قریش که بچه‌شونو میدادن دایه بزرگ میکرد، چرا یه نفر نداد که تو همون مکه باشه که بچهش رو ببینه همیشه؟ داد به یه نفر که تو بر بیابون، وسط بیابون زندگی میکرد، چون میدونست که بچهش رو خواهند کشت. اینا ردگیری رو داشتن، دونه دونه رو میدونستن. امروز هم سربسته بهتون بگم بعضی از اشخاص رو شناسایی کردن، گفتن این احتمالاً مثلا این همون سید یمانیه، این احتمالاً سید خراسان. باید اینها رو یا حذف فیزیکی کرد یا از طریق نفوذ و فلان اینجور چیزا. اومدن در مسیحیت نفوذ کردن. تو مسیحیت نفوذ میکنن، مسیحیتی که دیوانه‌وار متنفر از یهود به یک بار دوست داره یهود میشه. چرا؟
یه کشیش های در بین مسیحی ها میان چی میگن؟ میگن یهودی خوبه. مارتین لوتر میگه که مگه چرا انقدر به یهودی فوش میدین؟ مسیح یهودی زاده شد. مسیح قبل اینکه مسیح باشه بین یهودی‌ها به دنیا اومد، کتاب نوشت، مسیح یهودی زاده شد. لغتنامه و فرهنگ جودائیکا اعلام میکنه تو اونجا، میگه که اصلا مارتین لوتر هیچگاه یک مسیحی آلمانی از ایالت ساکسون نبود. مارتین لوتر یک یهودی بود و هیچ یهودی به اندازه مارتین لوتر به ما خدمت نکرد. بعد از اون یک گرایش، خوب حواسا اینجا باشه، دشمن شناسی یعنی اینا، یک گرایش در مسیحیت به وجود اومد تحت عنوان که نهایتاً تیز شد پروتستانیسم. سنت اعتراض، آقا ما اعتراض داریم به این رویه زندگی. چه کسایی عضون؟ عموم دانشمندا، بزرگان دانشمند. گالیله توی اون از پدرش در میاد بدبختی بیچاره، فقط میگه که جای خورشید و زمین رو عوض میکنه تو این گردش. پدرش در میاد، گالیله عضو، نیوتن عضو، تمام اینها عضو این انجمن دیروصحیونن. اونا از اون طرف فشار میارن. حق مسیحیت هم بود، اینقدر حرفهای خلاف علم و خلاف واقع زد که اصلا آتو رو داد دستشون. اونا نفوذ کردن، شروع کردن. از دل پروتستانیسم یه چیزی به وجود اومد تحت عنوان پیوریتانیسم. میدونید معنیش چی میشه؟ راحت بخوایم تحت لفظی بگیم میشه خر مقدس. یعنی کسایی که فوق دیگه مذهبی ان گیرن. اینها در انگلستان انقلاب کردن، قانون اساسی انگلستان رو کردن تورات. یارو مسیحی کتاب مگه نداره انجیل؟ چرا تورات رو میاره چی میکنه؟ به عموم یهودی هم دستور داده شد برید توی این آیین جدید. نفوذ کردن، نفوذی میرن کجا رو میگیرن؟ آمریکا رو میگیرن. یه یهودی به اسم کریستوفر کلمبس میاد کجا؟ پیدا میکنه ارض موعود رو، آمریکا رو. یه یهودی، آره، از این دیدگاه هم میشه به تاریخ نگاه کرد. میاد و ارض موعود خودشون رو پیدا میکنه. پیوریتن ها میرن و اونجا رو میگیرن و اولین کشور پیوریتانی جهان رو به وجود میارن و اولین کشور فراماسونری جهان شکل میگیره. بنیانگذار امریکا شکل فراماسونه. موارد خیلی قبلا راجبش صحبت کردیم. این همه موارد آیا اتفاقیه؟ بعد به یک باره در بین تو این جریان دو تا شخص ظهور میکنن. یکی اسکوفیلده، یکی جان نلسون داربیه. این دو تا شخص میان از دل انجیل یک تعبیراتی رو میکشن بیرون که آخر زمان این شکلیه. آقا آخر زمان چه شکلیه؟ آخر زمان این شکلیه. برای ظهور مجدد مسیح باید تمامی یهودیان که فرزندان خدا هستند، اسباط 12گانه یهود، کوچانده بشند به اسرائیل. وقتی کوچانده شدن به اسرائیل، اینجا شو داشته باشه، خیلی قشنگه. وقتی کوچانده شدن به اسرائیل باید جنگی بین این یهودی ها و مسلمان ها در بگیره، جنگی بین اهل شنبه و اهل جمعه در بگیره تا نهایتا دنیا بیفته به دست اهل یک شنبه، یعنی مسیحی ها. در این جنگ 3/4 یهودی ها باید کشته بشن. اون موقعی که این جنگ در گرفت و یهودی ها کشته شدن، مسیح ما ظهور میکنه. اون موقع مسیح چی میگه؟ میگه 1/4 باقی مانده یهودی ها به من ایمان بیارید، مسیحی بشید. اگر اینها مسیحی شدن فبحل مراد، اگر مسیحی نشدن تمام این 1/4 رو خودمون خواهیم کشت. آیه قرآن داریم، اشتباه نکن، سوره حشره میگه نگاه نکن اینایی که تو جبهه مخالف شمان، نگاه نکن با هم توی مسیر دارن با هم دیگه میان، اینها زمانی که به هدفشون برسه تازه جنگ بین خودشون شروع میشه. اینجاست که مناخیم بگین میاد میره، پترابرسون با مناخیم بگین میاد یه جلسه میذاره. مناخیم بگین رئیس دولت اسرائیل میگه که آقا چرا همون موقع اینا مسیحی بشن؟ همین الان شما به این یهودیا بگین مسیحی بشن. مناخیم بگین یه قرارداد می‌نویسه. ببین اینا چقدر احمقن. به قول شهید بهشتی خدا شو که خدا دشمن ما رو از احمق‌ها قرار داد. میاد میگه بیا قرارداد بنویسیم. مناخیم بگین میگه نه اینا نمیتونن الان مسیحی بشن. ببین طبق کتاب مقدس باید اول اون جنگ در بگیره بعد مسیح بیاد. اون موقع میان یه قرارداد می‌نویسن. قرارداد 1 ما قول میدیم، ما یهودی‌ها، که اگه اون مسیحی که شما میگید اومد ما چی؟ هممون مسیحی بشیم. بعد احتمالاً بنده دوش هم هر داره به اینا میخنده، این احمقا. چه اعتقادی نداره به اون مسیح.
از دیدگاه هارامبام ابن میمون توی کتاب خودش نوشته مسیح در گودالی از مدفوع جوشانده افکنده خواهد شد در آن دنیا، که بزرگان یهوده در حد پیامبر قبولش دارن. میگه اتهام‌های رکیک جنسی به حضرت مریم میزنه. این اصلا حضرت مسیح قبول میگن یک شارلاتان بوده حضرت مسیح. بیاد میگه باشه اگه اون مسیحی که تو میگی اومد من چاکرتم هستم، فعلا اسرائیل بده ما. حالا بعدش ماجرا خیلی قشنگتر میشه میرسیم به اون مسئله‌ای که روز قبل گفتم، خود شیطان. آقا نقش شیطان پرستان وسط چیه؟ اعتقاد شیطان پرستان نسبت به آخر الزمان چه؟ میگن در آخر الزمان لوسیفر از ستاره زهره، ستاره صبح، الان تو اونجاست، تو آسمونه. این نگاه اینها به آسمون به دلیل اونجاست. الان سقف رو نگاه نکن، توی ستاره زهره است. وقتی که آخر الزمان شد، ابلیس شخصا از ستاره زهره میاد روی زمین. خوب حواستون اینجا باشه، خیلی نکته مهمه. میاد روی کره زمین و حکومت کل جهان رو به عهده میگیره. حاکم کل جهان لوسیفر اعظم یا ابلیس، اسم دیگه ابلیس زبان اونهاست. حالا ببینیم مسیحی‌ها چی میگن. فعلا مسیحی‌ها یهودی‌ها رو زدن کنار دیگه، اینا کشته میشن، درسته؟ مسلمان‌ها که اصلا هیچی این وسط. خب مسیحی‌ها کشته میشن میرن کنار، یهودی‌ها میمونن، یهودی‌ها کشته میشن، مسیحی‌ها میمونن. بعد آقا خب اون وقت حضرت مسیح میاد اینا چیکار میکنه؟ زندگی به خوبی و خوشی ادامه نه خیر. اعتقاد دارن مسیحیایی که خود یهود به وجود آورده از طریق نفوذی، از طریق اسکولفیلد، از طریق جان نلسون داربی، میگن اون موقع است که حضرت مسیح تمام این آدم خوبا رو که همه مسیحیان میگیره با خودش میبره آسمون. زمین میمونه واسه کی؟ لوسیفر. ببینید چقدر قشنگ برنامه ریزی شده. ادیان به جنگ هم میافتن، انسان با دینی که خدا بهش داده. برنامه ریزی شخص خود شیطان. برنامه ریزی اینقدر قشنگه، انسان ها به جون هم میافتن، پدر همدیگر در میارن و نهایتاً زمین در سهم خود شیطان قرار میگیره. این سال رو شیطان پرستا سال 2012 انتخاب کردن. 21 دسامبر ساعت 11 و 11 دقیقه. آیه کوثری اگر اون آره هم کیف منم بیاریم بیزنم یه صلوات نت بکنیم. پس اون کیف من خب دوستان، گویا باز تا این آماده بشه قصه 1001 شبه. من یه سری مطالب رو امروز میخوام از روی کتاب براتون بخونم. ببینید تو زمینه فراماسونری کتاب خیلی زیاد نوشته شده. تا سال 1980 50,000 کتاب تخمین زده شده. خب کتاب هم اما 99.9% نویسنده ها همه ماسون، خود فراماسون کتاب نوشتن. در مورد خودشون همش گیج کنن. تو این بینابین کتاب‌هایی رو بعضی انسان‌های بی‌غرض نوشتن که بلا استثناء حذف شدن، بلا استثناء کشته شدن. یکی از اینها استفن نایت که کتابی نوشته به اسم برادری، برادرهود. این رو انتشارات شباویز چاپ کرده. این چاپ قدیمیش هم هست، فکر کنم اینو دیگه تجدید چاپ نمی‌کنن. یک بخش‌هایی رو این آقا یک خبرنگار بوده، میره توی انگلیس اطلاعیه میده، میگه من میخوام کتاب در مورد فراماسونری بنویسم، هر کی اطلاعاتی داره بیاد به من بده. مصاحبه هایی داره. در این بین افرادی از فراماسونری با این آقا مصاحبه کردن، بعضیا به قصد گول زدن این آقا. و 2-3 مورد که خودش اشاره میکنه، میگه شخصی بود که اسمش هم نمیگه، میگه نمیخواست، میترسید فلان. شخصی بود که میگفت به خاطر دینم مجبور شدم از فراماسونری بگذرم. جالب اینجاست یه نکته براتون اول اینجا باز میکنم. دیروز یه خانمی گفت میخوام باهاتون صحبت کنم. اومدن گفتن که آقا این من مثلا فراماسون بودم. گفتم فراماسون بودی؟ اصلا امکان نداره، چون حداقل سن عضویی 21 ساله. بعد تو فراماسون بودم 4 سال پیش. گفتم خواستم بگم خوب موندین مثلا فلان. بعد گفتن که
منظورم گفتم یعنی چه فراماسون میدن، اصلا تعجب کردم و بعد گفتش که یعنی همین شیطان. گفتم نه بابا، فراماسون و شیطان پرستی فرق داره، اینا خیلی کلاسشون بالاتر از شیطان پرست. اون مچل بدبخت، اون جوون احمقی که بره مثلا مچل اینا بشه. ببینید فراماسونری طبقه داره. اصلا یکی از شرایط اصلی عضویت تو فراماسونری اینه که شما یکی از ادیان الهی رو قبول داشته باشید، به یکی از 3 کتب اصلی دینی تورات، انجیل، قرآن اعتقاد داشته باشید. اگر بهت میگن نظر در مورد خودت چیه بگی قبول ندارم، اصلا عضوت نمیکنن. این 3 درجه اوله که خیلی هم ساده است. یعنی توی کشورهای دیگه مثلا خیلی ساده وجود دارن اینها و دارن زندگی میکنن. جالب اینجاست که بعضی از اینها مثلا حتی علنی ان، مثلا میگه من آقا من فراماسونم. آدمایی ان که مثلا به انجمنهای خیریه کمک میکنن، بیمارستان میسازن، آدمای خوشنام، قاضی، دکتر، پزشک فلان. اما اصل ماجرا از درجه 3 به 4. اینجاست که دیگه انتخاب از پایین نیست، از بالاست. من درجه رو تونتون براتون میخونم تا اسمشون رو یاد بگیریم، حداقل به گوشتون آشنا بشه. درجه اول شاگرد تازه وارد، درجه دوم ابزاریار، درجه سوم استاد بنا. اگر اینها، یکی از اصول فراماسونری اینه که اگر اینها اسرار رو لو بدن، اگر درجه پایین باشه زبانشو میبرن، درجه 2 باشه اشتباه نکنم چششو در میارن، درجه 3 باشه روداشو میکشن بیرون. فکر کنم مثلا درجه 33 اگه لو بده چیکارش میکنن. درجه 4 دیگه اسم عوض میشه، استاد نهان. دیگه از اینجا به بعد وقتی عضویت پیدا کردی سرسپردی، امکان نداره چیزی رو لو بدن. بعد استاد کامل به ترتیب میگم دیگه، فکر کنیم 5می شد، یعنی منشی محرم، ناظم و قاضی، مباشر ساختمان، میسن یعنی بنا دیگه، برگزیده 9 نفر، برگزیده 15 نفر، بلندپایه‌ای برگزیده، بزرگ استاد معمار یعنی 12ام، طاق خسروی انوشیروان درجه 13ام. چرا انوشیروان اینجا اسمش میاد؟ رویال آرچ آف اینچ. برای چه اسمشو میارن؟ عدد 13 گفتم چرا برای یهود مقدسه، چون در 13 به در ما ایرانی‌ها رو قتل عام کردن یک بار. اینها خودشون تو کتاب تلمودشون گفتن، یا راست و دروغش با خودش، به خاطر همون اینجا اسم ایران رو میذاره درجه 13 هم استفاده میکنه. برای همین هم 13 بر ما نحسه. درجه 14 شهسوار اسکاتلندی کمال، شهسوار شمشیر 15ام، شهسوار اورشلیم شاهزاده شرق و غرب، خیلی مسخره است این اسمش، شهسوار مرغ ماهیخوار و عقاب و شاهزاده با اقتدار، بزرگ کاهن، بزرگ استاد ارجمند، ریش سفید عصر نوح، 22م شاهزاده لبنان. لذا جنگی که تو اون منطقه شکل میگیره 22 روز بعد طول میکشه. رئیس پرستشگاه، شاهزاده پرستشگاه، شهسوار ابلیس بیباک درجه 25. دیگه نهایت سرسپردگی اینجا. از اینجا به بعد اصلا طرف وارده، یعنی تو رده های آخر طرف وارد علنی وارد میشه در ارتباط با شیاطین، یعنی شخصا از شیاطین و اجنه شرور دستور میگیرن، فرمان میگیرن، کار میکنن. اونا هم در قبالش چیزایی بهشون میدن، یک سری چیزای مادی و ثروت براشون فراهم میکنن که حالا روششو بهتون میگم چون اینجا لو داده بعضیش. شاهزاده رحمت، فرمانده معبد، شهسوار خورشید، شهسواران مقدس، بزرگ شهسوار منتخب قدس، 31م بزرگ بازرس فرمانده پیجو، 32م شاهزاده بلندپایه، درجه 33م بزرگ بازرس کل. این تو کشورهای غربی. تو کشورهای عربی لوژهای فراماسونری 99 تاییه. یعنی اینی که تو عربستان میخواد، اینی که مسلمونه، نهایت سرسپردگی. اگه میشه این میکروفون رو یکی به اون طرف درست شده ایکوس. این حکایت اینجا شکایت حکایت اون قیر و قیف و فلان و کسی که جوکش شنیدن میدونم. آقا دوستان من میخوام یه مسئله براتون تشریح بکنم تحت عنوان هرم قدرت. مقاله‌اش هم دارم مینویسم، یعنی مکتوبش میذارم تو وبلاگم. خدمتتون عرض بکنم خوب دقت بکنید به این هرم. این نورم کم کنید آقا. خب ببینید این هرم رو خود اینها ترسیم کردن.
هرم قدرت که واژه لاتینش هم زیر نوشته شده، برگردان لاتینش. من بعضی از جای اینو براتون ترجمه کردم، خیلی جالبه. تو این هرم کسی که رأس بالاست، تک چشم کیه؟ لوسیفر. خود کیه؟ خود شیطان، خود ابلیس. بعد از اون شاه جهان، فردی از بین انسان‌ها که بر کل جهان حکومت خواهد کرد. یعنی تو آخر زمانشون این رو علنی دیگه اعلام خواهند. الان هستا، الان همین هست، این داره ساری و جاری همین الان تو جهان. یعنی یک فردی وجود داره که کل دنیا داره ازش فرمان میگیره. در هیچ کسی هم اینو نمیشناسه. بعضی‌ها حد زدن گفتن ملکه انگلستان احتمالاً. برای شما فکر میگین که بابا اصلا ملکه انگلستان تو کشور انگلستان مقام تشریفاتی؟ نه خیر، کی گفته؟ آنچنان قدرتی که آنچنان قدرتی داره ملکه انگلستان که هیچ احد الناسی نداره. بخش دوم شورای 13 تاجدار. خیلی جالبه. توی این شورای 13 تاجدار یعنی یک خانواده هایی که به شدت ثروتمندن. گفتم واسه دوستانی که بودن تو جلسات قبل، تو جلسه دانشگاه صنعتی، یعنی یه وقت تو فکر نمیدونم بیل گیتس و اینجور کسا نباش، این اصلا رقمی نیستن. اینو واسه تو میگن، اسمشو نگاه بکنی آقایی، این مثلا مایدار. اینها گردانندگان و صاحبان اصلی سرمایه جهانند. شاید خانواده های نظیر روچیلد ها، بلمونت ها، آبانادانا ها، دنونیزت که اصلا اسمش هم نشنیدیم. بعد از اینها انجمن 300 خاندان معروف به کمیته 300. یک کتابی هم تحت عنوان کمیته 300 نوشته شد توسط یک ماسون. یه سری اطلاعات درست داره، نزدیک 10% درسته، 90% هم غلطه. این کتاب ما انگلیسیشو گرفتیم خوندیم. خدمتتون عرض بکنم توی این کتاب جالب مثلا اشاره می‌کنه، میگه هر سال توی یکی از کشورهای جهان یک جلسه برگزار می‌کنن، تصمیم میگیرن که تو این کشور انقلاب بشه، اون یکی کشور نمیدونم اقتصادش کمرش بشکنه، اون یکی کشور باید حمله بشه بهش، اون یکی فلان بشه، این به همان بشه. قشنگ اینجا تصمیم میگیرن. اینا که به شدت اینها باز هم ثروتمند، مایه‌دارای دنیا دست دنیا رو پول میچرخه، دقیقاً یعنی همین. حب الدنیا رأس کل خطیه که امیرالمومنین میگه، رأس تمامی اشتباهات و گناهان همینه. اینجا متوجه میشه. طبقه بندی هرم قدرت خاندان‌های قدرتمند تابعن. اینها یک درجه از اونها پایین‌ترن اما زیادن، خاندان‌هایی که با اینا سرسپردن. اما اینها هنوز، ببین عزیزم، هنوز با این همه که گفتم به رئیس جمهور آمریکا نرسیدی ها. اینا کسایی که مثلا کی؟ جورج سوروس، مردوک یا مردک اسمشو میگن، صاحب تمام رسانه دنیا، هر رسانه بزرگی تو دنیا داره مال ایناست. اراده بکنن به آن این ور اون ورت میکنن، به آن یه فیلم پخش میکنه، یه خبر پخش میشه، به آن شروع میکنی فوش میدی به این وریا، باز یه چیزی که پخش میکنه فوش میدی به این وریا. این یه مترسک عبوسک خیمه شب بازی، هر طرف نخو به چرخونه چرخیدی. رسانه. بعد میشه سلطه بر دارایی‌های جهان، بانک‌ها، سازمان تجارت جهانی. اینجوری میتونه کالاش رو هر جا ببره بفروشه، میتونه واسه کالای تو گمرک بذاره، میتونه نذاره، دلش بخواد حمله کنه، دلش بخواد حمله کنه. ببین همه چی دست خودشونه، همه چی. بعد میشه چی؟ سلطه بر منابع جهان. تمامی منابع ما باید سلطه داشته باشه. تو این هرم قدرت که همینطور جان داره فکر میکنه. آها ببخشید جامون تو بخش پنجم اتاقای فکر. اینجا رو خوب گوش کن. فراماسونری که این همه واسهتون گفتم بخش اینجاست. من فراماسونری که این همه راجبش صحبت کردیم تازه اینجای هرمه. یعنی اینا صاحبایی دارن بسیار بسیار بالاتر از خودشون، مثلا اینا رقمی نیست. یعنی انجمن بیلدربرگ که باراک اوباما عضوه، هیلاری کلینتون عضوه، آقای عبدالکریم سروش عضویت داره که جایزه آراسموس رو از بیلدربرگ گرفتن. اینها کسایی هستن که فقط ابزار اعمال قدرته. یعنی نگاه کن، به آمریکا میگن حمله کن، چشم نمیتونه نبگه اون سیاستمدار، چون خودشون آوردنش رو کار. نبگه مثل کی میشه؟ جان اف کندی میشه، ترور میشه. مثل ابراهام لینکلن میشه، ترور میشه. میدونید در بین 44 رئیس جمهور آمریکا فقط 2 تاشون ماسون نبودن. کیا؟ همین 2 تا که گفتم. هر جفتشون ترور شدن. تو رئیس جمهور آمریکا میخوای باشی، رئیس جمهور ابرقدرت کشور ابرقدرت جهانم باش، تو در مقابل فراماسونی نمی، در مقابل هرم قدرت نمیتونی وایستی. حمله کن، حمله بکنم که چی بشه؟ که من اسلحه بفروشم، من مواد غذایی بفروشم. ببینید شما آمریکایی که مثلا میره تو هایتی کمک میکنه، نه
زلزله میاد تو 12000 تا سرباز میفرسته. ما هم اینجا پیشینو یه چیزی نوشته باور میکنیم. کسی که اقتصاد خوندن میدونن آمریکا سالانه چندین هزار تن گندم توی دریا میریزه میده به ماهیا که قیمت گندم بالا نره تو جهان، عرضه زیاد نشه، در حالی که تو سودان از بی گندم بینونی دارن میمیرن. مهم نیست بمیرن، به درک بمیرن، چون یهودی نمیخواد. در دین یهود هر غیر یهودی 2 درجه داره. یهودی درجه 1، اینا یا انسان ها درجه 2 میشن درجه 3. درجه 2 حیواناتی هستند، انسان ها دارم میگم، اسمشون جنتیل تو تلمود میگه انسان هایی هستند که به ما خدمت میکنن. حیف آدم یه الاغو بکشه، افسار میزنه پالو میذاره ازش بهره کشه، اسبو بکشه، گوسفندو بکشه. درجه 3 کسایی هستن که زیر یوغ ما نمیرن. به قول حاج آقای طاهر اینا 1 متر از زیر زمین مال ایناست. ما مسلمانان میگن اینو زیر یوغ ما اینو باید بمیرن. نهایتا تو بخش سلطه بر جمعیت جهان توضیح میدم چطور برنامه ریزی شد. سلطه بر دارایی‌های جهان گفتم، سلطه بر منابع جهان. پس فراماسونی چیزی نیست. فراماسونی ببین اینا گفتم ما چجوری بر دنیا حکومت کنیم. خب بهترین راه اینه که نخبه های اینجا ببینید، مثلا بین شما یک سری افراد هستن که ماهیت رهبری دارن، ویژگی رهبری دارن، اونا شناسایی میشن. خب ما فقط کافی توی این جمعه که مثلا چه می‌دونم 200 نفر اینجان بیام بگم که آقا این 4-5 نفر شناسایی بکنید، این 4-5 نفر دمشون رو ببینید، بقیه اینا دیگه چی؟ هیچ. نگاه کنید میاد یک کلوب هایی رو به وجود میاره، یه باشگاه هایی رو به وجود میاره که تو میری عضوش میشی. عموما هم چه کسایی رو عضو میکنن؟ نخبه ها، بهترین هنرپیشه ها، بهترین خواننده ها، بهترین نقاش ها. برای اینکه تحت تاثیر قرار میگیری تو، برای اینکه تو طرفدار مرلین منسنی، تو طرفدار مدونایی، تو طرفدار بریتنی اسپرز، تو طرفدار نمیدونم فلان کس و فلان کس هستی، هر چی بخونه تو گوش میکنی. ببین کار به جای میرسی که جسد مایکل جکسون رو دفن نمی‌کردن چون میترسن اگه دفن بکنه مردم واسه تبرک میخوان برن یه تیکه از جنازه‌اش بردارن. این دیوانه وار اصلا میشه. اینا عضون همه. اینا تو کجا؟ تو طبقه 5 جیره خور دستگاه هرم قدرت و مایداران. پاشو بخواد کج بذاره کمرشو میشکنن. شما میبینید یه فوتبالیست مثل دیوید بکام عضویت داره توی فراماسونری و اعلام میکنه، علنی میگه من کابالاییستم، با حروف عبری رو دست و گردنش چرت و پرتایی مینویسه. مادونا اعلام میکنه من کابالاییستم، اعلام میکنه علنی. اما توی این فوتبالیستای مطرح دنیا یه نفر از در مقابل اینا میسته، اریک کانتونا، پدرشو در میارن، به آنی حذف میشه از صحنه. تو نمیتونی در مقابل اینها بایستی توی اون دنیا. اگر کسی بخواد در مقابل اینها بایسته، ببینید یه فراماسونی که درجه اشتباه نکنم درجه 22 بوده، باش صحبت میکنه، میگه اگر یه نفر بخواد در مقابل شما بایسته چی کار میکنید؟ میگه اگر کسی بخواد در مقابل ما بایسته، نگاه کنید همه تصور میکنن او یک دیوانه است، یکی از آن مجنون هایی است که تصور میکنن تمام جهان بر ضد آنها به دسیسه پرداخته. فلان توهم توطئه داره. رایفی به اینجا حرف بزنم یه توهم توطئه داره همه چی میگه، از روی بدی میبینه. کدوم فراماسونی کی گفته بابا جمع کنید کاسه کوزتون؟ این نمودی عجیب است با ایجاد حالی که اکثر مردم آن را خیالی میشمرند. این افراد میتوانند تمام قسمت‌های زندگی فرد را مسموم کنند، خود ماسون‌ها، با اون شبکه نفوذی که تو همه جا دارن. اگر تسلیم شود تباه شده است، اگر تسلیم نشود فقط وقت تلف کرده است، زیرا اگر بجنگد اطرافیانش دچار زندگانی بسیار تلخی خواهند شد. فشار فیزیکی بر اینها وارد میکنن، میکشن، ترور میکنن. عکس‌های خانوادگی از اینها تهیه کردم، تو یک مواردی پیش اومده بوده در انگلیس که بعد اینها رو انتشار دادن. از خود بریتنی به یک شوهر یهودی داشت. این شما میدونید که اینا معمولا با غیر خودشون ازدواج نمیکنن مگر اینکه یک منفعتی باشه، طبق گفته‌های خود تلمود. بعد بریتنی گفت من نمیخوام یهودی بشم، میخوام مسیحی بمونم. عکس‌هایی از بریتنی پخش کردن در اینترنت که اصلا به خواب شبش هم نمیدونستم چه عکسایی ازش گرفتن. آبرو حیثیت واسش نبود. 1-2 ماه کلا حذف شد، گفت غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم، به دوباره برش گردوندم. اگر تسلیم نشود فقط و فقط وقت تلف کرده است، زیرا اگر بجنگد اطرافیانش دچار زندگانی بسیار تلخی خواهند شد و حتی زمانی فرا خواهد رسید که خانواده این گونه افراد از روی ناامیدی به مخالفت با آنها عمل خواهند کرد، به مخالفت در مقابل خود این شخص میایستند. زمانی که چنین اتفاقی میافتد این افراد به هر گوشه‌ای که مینگرند دوستی نمیبینند و در نتیجه به طعمه خوبی بدل میشوند. میگه شبکه فراماسونری مجموعی از پزشکان، وکلا، قضات فلان. میگه مثلا شما چیکار میکنی؟ اینجا تو این 2 صفحه کامل توضیح داده. نوشته که مثلا از پزشکان ماسون نیز میتوان استفاده کرد. مثلا میگه که ما این کارا رو انجام دادیم.
ولی به دلایل پزشکان کمتر فاسد میشوند. البته حرفای این آدمو باید شما 100 برابر کنید. یعنی کلی کوچیک کرده و مثلا فراماسونری خوب نشون داده. استفن نایت رو نمیگم، اون شخصی که باش مصاحبه کرده، اون فراماسون درجه 22. تنها 2 مورد گواهی غلط پزشکی توسط پزشکان مشاور شرکت‌ها صادر شد. داره لوژ خودشون تو لندن رو فقط توضیح میده که احتمال گرفتن یک کار خاص رو برای فردی که من میشناختم از بین برد. یه فرد یه خورده در مقابل اینو وایساده بود، یه دونه گواه می‌نویسن، یه چیز پزشکی قانونی واسه درست میکنن، یارو دریوری داره میگه این اختلال روانی نداره، میندازنش توی یه دونه آسایشگاه روانی، یه 7-8 کیلو از این قرصا بهش میدن، واقعا طرف دیگه روانی میشه به کارش. میگه حتی ما توی مواردی از طریق شرکت برق می اومدیم اونجا وارد میشدیم، خودمون میزدیم سیماشو داغون میکردیم، با این سیمایی که داغون میشد میگفتیم این سیمی که شما داغون کردید فلان کنتور فلان جاکو سوزونده، فلان تقویت کننده فلان کاهنده رو سوزونده، اینقدر 1000 یورو بده. و کمر طرفو میشکستیم. اینقدر مشکل براش به وجود میآوردیم اصلا فکر اینا نمی‌کرد در مقابل فراماسونری بخواد بیست. این تازه چی در مقابل فراماسونری، نه در مقابل این بالایی. اصلا تو این بالایی رو نمیشناسی. یه فیلمی تو آمریکا ساختن، طرف یه قتلی رو پیگیری کرد یعنی دنبالش میگشت، رسید به رئیس جمهور آمریکا، رد شد، آخر رسید به یه پیرزنی توی خونه. اون پیرزنه اشاره به شاه جهان یا ملکه انگلیس بود. موارد بسیاری شده که کسایی در مورد فراماسونری صحبت کردن بلا استثناء حذفشون کردن. سلطه بر جمعیت جهان، میگن که 2/3 جمعیت جهان اضافیه، باید از بین بره. این امر رو ما موفق نشدیم. من میگم اینا همیشه موفق نمیشن که، اما نگاه کن چه موفق بشه چه موفق نشه، میگه که من موفق بودم. به خودش ارتباط که تو بگی چه قدرتی داره. تو همین مقاله فراماسونری قدرت پوشالی تو اونجا کاملا توضیح دادم. ببینید مثلا صدام گفتن صدام 33 سال حکومت کرده. بابا عجب دمشون گرم، اینا صدام آوردن رو کار بعد 33 سال بردن، چه قدرتی. من اومدم تحقیق کردم، دیدم سال به رئیس جمهور رسیدگی صدام حساب کردم میشه 20 خورده ای سال. یکی از خودش نپرسید من برم این سالا رو بشینم حساب بکنم. بعد جالبه باز یه خبر دادن که چی؟ صدام بچه نامشروع هیتلره. خود اینها BBC هم شدیداً به این دامن زد. آقا این هیتلر یه معشوقه‌ای داشته، بعد می‌بینه معشوقه حامله شده، میگه این بچه‌م باید حفظ بشه. زنه رو میارن توی عراق وضع حمل میکنه، صدام بزرگش میکنه، یه روز استفاده کنه، دوباره خود دستگاه فراماسونری ازش استفاده کنه. دریوری دارن میگن. خبرگزاری اصر ایران یادم یه مطلب نوشته بود که جمجمه هیتلر رفتن بررسی کردن، اون جمجمه یه زنه. اصلا هیتلر خودکشی نکرد. آقا هنگ میکنی بالاخره این درست یا اون درست، هیچ دریوریه. آقا بعضی جاها نتونستن کنترل کنن، از دستشون طرف میگه کار ما بوده. تو جنگ 33 روز لبنان داره شکست میخوره طرف، قطعا شکست خورده. 32مین روز جنگ تموم شد. یهودی‌ها گفتن چون روز شنبه روز سبت سبات یا شبت ماست، روز شنبه اینا میگن میشینن هیچ کاری نمیکنن، فقط دعا میکنن، استغفار و توبه اینجوری کارا میکنن. بعد ما نباید هیچ کاری بکنیم، بعد یه روز دیگه ادامه بشه که شنبه ما رد بشه. برعکس شما شنبه نباید هیچ کاری کنید دیگه، خب جنگ نکنید دیگه. یه روز دیگه کش دادن، میبینید چی میشه؟ پس فردا میگن حزب الله بعد مثلا سال 2012 مثلا شاید همین 2010 حمله کنن ها، همزمان با جام جهانی حمله احتمال بکنن به لبنان یا به غزه، احتمالش هست. به خاطر اینکه 2006 هم همتون حواستون به کجا بود؟ به جام جهانی بود. الان جام جهانی تو راه. جام جهانی هم به لحاظ نمادگرایی رعایت خودشو کرده. جام جهانی قراره تو کجا اجرا بشه؟ آفریقای جنوبی که توی عرض جنوبی 33 درجه زمین قرار گرفت. عرض و طول 33 قشنگ تقاطعش. دو جای دنیا اینجوریه که کشوری وجود داره، یکی آفریقای جنوبی اون یکی کجاست؟ اسرائیل. زمانی که تو عرض جنوبی 33 درجه داره یه اتفاق بزرگ میفته، همه حواس جمعه، تو عرض شمالی شما حمله کن بزن پدر فرانجا رو در بیار. کی قرار حمله کنه؟ اسرائیلی که تو عرض 33 شمالیه. این برنامه‌ریزیش هست. همه حواسام چی؟ تو فوتبال. جم نمیده. ببینید این بعضی از این اخباری که میاد فلان نمیدونم فوتبالیست مسلمان شد، بعد این قدم تو رسانه‌ها میپیچه، شما به این سادگی کنارش نگذره، خوشخوشکانت نشه، ساده نباش. بابا رسانه دست اونه، واسه چی بچه این خبر داره پخش میکنه که به ضررشه؟ عامی احساس میکنن که کشورهای مسلمان نسبت به فوتبال یه خورده بی تفاوت شدن. یهویی میگن مثلا ریبری مسلمان، من بنده خدا کاری ندارم، مثال میزنم، آنلکا مسلمان شد، فلان کسک مسلمان شد. آقا میاد این مسئله رو مطرح میکنه چون این کلی طرفدار ای و فلانی مسلمان، دوباره حواسه به فوتبال میره. خب واقعا ما یه ننگ ماست دیگه، باید بمیریم که بهترین برنامه انتقادی ما برنامه 90. ما این ننگه ها
برای چی؟ برای فوتبال. حواسو اینجا باشه. ببین پدر کفاشیو امشب زد در آورد. خب دمش گرم بابا این دیگه که فلان. تو چرا به جای دیگه فکر نمی‌کنی؟ جایی که میشه، آیا میشه یک روزی اینها رو به چالش کشید؟ توی رسانه‌ای سران قدرت و ثروت رو به چالش کشید، مایه‌دارا رو به چالش کشید. عمرن نتونی انجام بدی. چرا این انتخابات ما با انتخابات دیگه فرق داشت؟ دلایل مختلف وجود داره. تحلیل‌های مختلفی هم پژوهشگرا گفتن یه دلیلش اینه که پای مایه‌دارا وسط کشیده شد. نباید وسط کشیده بشه. تو نگاه کن درگیر، تو 90 میخوای نگاه کن، میخوای 70 نگاه کن، با من کاری نداشته باش. تو درگیر اون باش، اس ام اس بده. 1 میلیون رکورد داری چاکی بده 3 میلیون بشه. هر کی حسوده. خب اصلا مهم نیست. شما فقط توی زمین بازی اینو بازی کن. چشات بسته باشه، مثل کبک سر تو برف باشه. تو فقط باید بازی کنی تو زمین. چاره دیگه ای هم نداری. میگه 2/3 جمعیت جهان اضافیان. چرا؟ زبان اول دنیا چیه؟ همیشه من میپرسم از بچه‌ها، هم غلط میگن زبان انگلیسی. چینیه. انگلیسی زبان فقط 400 میلیون تو دنیا. چینی‌ها 1 میلیارد خورده. دوستان از هر 3-4 نفر تو 4 نفر تو دنیا یه نفرشون چینیه. خیلی جالبه. بعد فکر نکن دم چینگرم فلان و به همان. بابا 1/4 دنیا دستشه، حداقل 1/4 اقتصاد دنیا باید دستش باشه دیگه. کارگر مفت و مجانی داره همینجوری تولید میکنه میده تو بازار. خب بعد اینها، بعد جمعیت یهودیای کل دنیا چقدره؟ با مارانوساشون حساب کنی 25 میلیون 30 میلیون. مارانوس یعنی یهودی مخفیا که تو فکر میکنی مسلمانه، تو فکر میکنی مسیحیه، وگرنه اعلام شده هاشون 15 تا 16 میلیون، نزدیک به جمعیت استان تهران. خب صلح جمعیت جهان به نفعش نگه. یه موقعی این احمقایی رو که انداخته به جون هم، مسیحی داره مسلمون میکشه، وهابی داره شیعه میکشه، اینا رو انداخته به جون هم، اگه یه موقعی متوجه خود یهود بشن، متوجه خود صهیونیسم و این استکبار و این هرم قدرت بشن که پدر اینا رو میزنن در میارن 6 میلیارد جمعیت دنیا، چرا 15 میلیون که این رقمی نیستن. اینجاست که امام خمینی میگه اگر مسلمون یه سطل آب بریزه اینا رو آب برده. پشت سر این حرف خیلی چیزا نهفته است. اون زمان اگه یه سطل بود، امروز با توجه به گسترش و رشد جمعیت مسلمان آب دهن به نزون را برده. اما تو هیچ وقت جرأت همچین کاری نداره. چرا القاعده یک دونه حرکت علیه اسرائیل انجام نمیده؟ یه چیز جالب بهتون بگم، یکی از پایگاه‌های القاعده اردنه. میدونستید 50 تا 60% جمعیت اردن فلسطینیان؟ چرا یک دونه عملیات از اردن به سمت فلسطین انجام نمیشه، به سمت فلسطین اشغالی اسرائیل؟ نباید بشه. القاعده رو واسه این ساختن که بزنه پدر من تو رو در بیاره. بنداز به جون هم مسیحی و مسلمانو. بذار آمریکایی بیاد عراقی و افغانی رو بکشه، به فکر حمله به ایران باشه که اون مسلمان شیعه رو بکشه، تا یهودی بتونه نفس بکشه، تا یهودی بدون اقتصاد دنیا رو بچرخونه. این حمله بکنه که آقای دیکچنی بتونه سلاح بفروشه. این مهمه. شما باید نگاهتون عوض بکنید. طبقه آخریه ما نباید باشیم. بعدش الان نمیدونم برژنسکی گفته بود، چامسکی گفته بود، یه نظریه تئوری علنی گفته بود که 2/3 جمعیت جهان باید از بین برن. اینجاست که تو میبینی سلاح اتمی توجیه پیدا میکنه. تو 2/3 جمعیت جهان یعنی 4 میلیارد نفر رو میتونی با تفنگ بکشی؟ نه، بمب اتم اینجا میخواد که بزنی 60,000 نفر، 90,000 نفر، 1 میلیون نفر. چقدر اینجاست که بیماری ها جایگاه پیدا میکنن. یا آنفولانزا نوع A بفرست، تمام. میدونید روی چه مسئله داره تو مؤسسه CDC واشنگتن دارن کار میکنن؟ تمام این بیماریایی که اونجا دارن میسازن، آنفولانزای خوکی، بزی و اسم هر چی، حیوان هچل هفتی هم هست میذارن روی این چیزا، اونجا دارن روی این کار میکنن، دارن روی ترور بیولوژیک دارن کار میکنن. ترور بیولوژیک میدونی یعنی چی؟ یعنی بیماری، ویروس و باکتری دارن میسازن که فقط عرب بکشه، فقط چینی بکشه، ژن چینی از عرب رو تشخیص بده بکشه، از غیر. آقا بیماری طراحی کن که چشم آبی های آنگلو ساکسون رو نکشه. دارن روی این مسئله دارن کار میکنن. مؤسسه CDC رو چند تا موشک خلأ هدف گرفته تو واشنگتن که اگه یک دونه احیانا اشتباها با اون همه تدابیر امنیتی ویروسی چیزی اومد بیرون، آن موشک خلأ میدونی یعنی چی؟ میزنه اونجا خلأ به وجود میاره، تمام ذرات اصلا تجزیه میکنه. خب که اون آنی نابود بشه، چیزی بیرون درس. ببینید اصلا آنفولانزا نوع A خیلی گنده تر از اون چیزی که بود اینو معرفیش کردن. چرا؟
چون این سران سلطه بر دارایی‌های جهان فقط تو امریکا 400 میلیارد دلار واکسن فروختند. دلار میفهمی یعنی چی عزیزم؟ 40 میلیارد دلار کل درآمدات بوده توی سالا کشورت. خب 400 میلیارد دلار اینو اعلام کردن. ببین چقدرش اون حرومزاده انگلیس فروخته، اون ملعون آلمان فروخته، اصلا مهم نیست واسش. اما گنده تر از این برای چی؟ داره ذهن تو آماده میکنه، داره تو رو آماده میکنه برای اون بیماری اصلی که هدف گرفته میخواد. از نشانه های آخر الزمان مگه گسترش و شیوع بیماری های عجب غریب نیست؟ و همینه دیگه. به چه زبونی باید معصوم به تو بگه؟ به چه زبونی باید روایت برات بخونه؟ چه جوری بگه دیگه؟ لقمه از این جویده تر؟ دارن کار میکنن تمام علم رو در اختیار از بین بردن بشریت گرفتن. آیا شیطان غیر این میخواد که انسان رو بکشه؟ 2/3 انسان ها نابود بشن. خیلی مسئله مهمیه. سربازان پیاده، ببینیم آقا این آقایونی که بالا وایستادن دستور میدن، یعنی این آقایون خب توسط اتاق فکری، جایی که واسه تینک تانکس هایی که اونجا میشینن فکر میکنن، میگن آقا نگاه کنی باید از این طریق وارد بشی، از نظر فرهنگی وارد بشی، تو دانشگاه باید نفوذ کنی. اینا که فکر میدن، چرا؟ چون نخبن. از طریق این حال این سربازا، این حمالا چیان؟ بیا نگاه کن. اول ریلیجن، مذاهب، ادیان بهترین حمالی. آقا یعنی چی؟ بله، مگه مسیحی نیست منو توی مسلمانی میکشه؟